خالق کوه‌ها، خالق دشت‌ها، خالق جنگل‌ها. هفته تربیت بدنی رو به دوستداران طبیعت، دوستداران کوه و عاشقان طبیعت، رهروان طبیعت تبریک میگم. از اینکه خواهران عزیز رو در صحنه کوهنوردی می‌بینیم که مشتاقانه در عرصه ورزش فعالیت دارن و همین باعث میشه که ما طبیعت را، جنگل را، در تمام دشت و دمن رو برای آیندگان حفظ کنیم. انشاءالله که در این مسیری که پا گذاشتیم خواهرای عزیز، بچه‌های من هستیم، اکثر شماها سن بچه‌های من داریم، ولی در طبیعت حافظ محیط زیست باشیم، حافظ پرندگان باشیم، حافظ جنگل‌ها باشیم. تربیت بدنی باعث سلامتی انسان میشه، سلامتی جسم، روان و اجتماع انسان میشه و شماها آینده‌داران این سرزمین، این زیست محیط هستید. الان می‌بینیم که آلودگی‌های محیط زیست در جنگل‌ها، در کوه‌ها، در طبیعت، در پارک‌ها خیلی زیاد شده. من اینجا خواهشانه از بچه‌های خودم و نسل آینده التماس دارم که محیط زیست رو در هر جا باشه، نگیم من نریختم، مهم اینه که فرهنگ سازی کنیم. اگه ما در عرصه ورزش، عرصه کوهنوردی، عرصه طبیعت گردی، عرصه کوله گردی حفظ محیط زیست کنیم، آیندگان ما بیشتر بهره میبرن و انشاءالله که شما خواهران عزیز در هر مسیری که پا گذاشتین اول سلامت جسمتان و روان و اجتماعتون رو در نظر بگیرید، چرا که انسان اگه جسم و روان و اجتماع سالمی نداشته باشه خاک و خون نمیذاره. کوهنوردی نه اینکه من کولم رو بردارم، شاید من الان 3 دهه است در کوهنوردی هستم، این 3 دهه رو خدا شکر میکنم که در هر مسیری که رفتیم استادان خیلی عزیزه داشتیم. به یاد استاد امیرحسین عادل، به یاد استاد آقای شالباف عزیز، آقای دکتر چنگلبایی، اینا کوهنوردانی بودن که واقعا طبیعت دوستانی بودن، صخره‌نوردانی بودن که واقعا در طبیعت خدمت‌های زیادی به بیابان کردن و انشاءالله شما همه، حالا هر کدومتون یه سفیر هستید، یه پیامبر در کوه هستید، پیام رو به دیگران میدین، به نسل‌های بعد میدین که محیط زیست سالمی داشته باشید. بیشتر مزاحمتون نمیشم، فقط دوست دارم که در هر جا باشیم. می‌بینیم مردم بهوان خیلی طبیعت رو دوست دارن، ولی وقتی میریم تو پارک‌ها گریه‌مون میگیره، هر کس آشغالش میریزه، میرن کنار رودخانه‌ها همینطور. در این کوههای زیبا البته خدا رو شکر من هر چی نگاه می‌کردم اصلا در طبیعت ما، آقای ابوعلی و همکاران ما، کسایی که ما سالیان سال باشون کوه رفتیم، کوه رو شروع کردیم و الان در کوهستان هم هستن، می‌بینیم لذت میبرن که واقعا فرهنگ سازی کردن و همه جا تمیز هستش. انشاءالله از این به بعدم شما هر کدومتون در خانواده، در اجتماع، در گروهاتون، در باشگاهاتون یه سفیر کوهنوردی و یه سفیر طبیعتگردی هستید و آموزش‌های سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی رو حتما فرهنگ سازی کنید تا محیط زیست رو برای آیندگان حفظ کنید. درود بر شما.